سلام خانواده اکسیونت، خوش اومدین به این ویدیو. اگه شما الان تو نقطه‌ای هستین که می‌خواید برنامه‌نویسی شروع کنین و دارین دنبال بهترین زبان برای شروع می‌گردین، این ویدیو مناسب شماست. چون من یه بررسی که رو شبکه‌های مجازی و کلا خیلی از محیط‌های مختلف داشتم، دیدم این زبان‌هایی که به عنوان بهترین زبان دارن معرفی می‌کنن برای تازه‌کارها، دقیقاً 90% مناسب افراد نیستش. و تو این ویدیو اومدیم به طور کامل بهش بپردازیم که چه مسیرهایی رو، چه زبان‌هایی رو برای شروع انتخاب نکنیم و یه نکته بهتون بگم که 90% از افراد نمیدونن و با دونستن اون خیلی میتونید تو این مسیر جلو بیافتین و اون روند استخدامتون خیلی سریع‌تر بشه و در نهایت به بازار کار برسین. پس همراه باشین. اما چرا این ویدیو مهم هستش؟ الان سال 2026 من چیزی که دارم میبینم، لیست هایی که داره منتشر میشه، افراد مختلف میان صحبت میکنن که مثلا طرف میاد میگه آقا بهترین زبان اینه چون زود به درآمد میرسه، بهترین زبان فلانه چون AI جایگزینش نمیکنه و خیلی افراد مختلفی دارن میان صحبت میکنن و اکثر این منابعی که معرفی میکنن قدیمی هستش و از اون ور هم یه سری افرادی هم من میبینم که دارن معرفی میکنن که سالهاست اصلا دست به کد نشدن خودشون رسما و صرفا برای اینکه بیان کلیک بگیرن، بیان ویو بگیرن، بازدید بگیرن، یه سری زبان‌های اشتباه رو معرفی میکنن. ولی من با تجربه که خودم دیدم در حال حاضر مستقیما دارم با بچه‌ها در ارتباط هستم تو بازار کار، تو فضای مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل توییتر، مثل لینکدین، مثل اینستاگرام و فضای مختلفی که دارم میبینم، اومدم به شما 5 تا مسیر و 5 تا زبان رو بگم که از این مسیرها اصلا شروع نکنیم تا به نتیجه خوب برسین، چون این زبان‌ها واقعا سم هستن در حال حاضر اگه بخواید به عنوان زبان اولتون انتخابش کنیم. و اما 5 تا زبان و مسیری که نباید ازشون شروع کنیم، اولین گزینه سی و سی پلاس پلاس است. ببینید من اینو از خیلی از اساتید دانشگاهی کلا دارم میشنوم، مخصوصا اساتید دانشگاه میگم خیلی تاکید ویژه دارم، اینا میگن که شما باید بیاین منطق برنامه‌نویسی رو با سی و سی پلاس پلاس یاد بگیرین، یعنی بیس ذهنیتون با سی و سی پلاس پلاس ریخته بشه و این اشتباه ترین تفسیر ممکن هستش. و اما چرا؟ ببینید سی و سی پلاس پلاس یه زبان‌های قدرتمندی هستن، یعنی جفتشون به شدت قدرتمندن، تو سیستم‌های بانکی دارن استفاده میشن، تو خیلی از سیستم‌های پیچیده نرم افزاری دارن استفاده میشن، ولی مثل این میمونه که شما بیای رانندگی رو با فرمول 1 بخوای شروع کنی یادگیریشو، یه همچین چیز مشابهی هستش لحاظ یادگیری و به دلیل سینتکس پیچیده‌ای که داره، از اونور ارورهای عجیب غریبی که میخوره، اشاره‌گرها و منطق‌های مختلف که تو سی و سی پلاس پلاس هست، شما برای اولین زبان به شدت گیج میشین و اینطوریه که 3 ماه میگذره به خودتون میان یهو میبینین که هیچ مبحثی رو یاد نگرفتین، فقط در حال جنگیدن با اون کامپایلر بودین که یه سری ارورای عجیب و غریب رو بخواید رفع کنین و خیلی از افراد نتیجهش چی میشه؟ تقریبا میتونم بهتون بگم 80% افراد بعد از 2-3 ماه که سی و سی پلاس پلاس رو شروع میکنن بیخیالش میشن و کلا اصلا شاید کلا برنامه‌نویسی هم بیخیال بشن، یعنی زده میشن، 3 ماه زمان میذارن و به نتیجه نمیرسن. پس نکته مهمی که هست در مورد این زبان‌ها اینه که شما اینا رو به عنوان زبان‌های بعدی یاد بگیرید. یعنی اول شما یه پایه، یک زبان پایه راحت‌تر مثل پایتون یا جاوا اسکریپت رو یاد گرفته باشین، بعد حالا مثلا برین سراغ سی، بعد برین سراغ سی پلاس پلاس. پس این از زبان اولی که نباید یاد بگیرید. اما زبان دوم زبان برنامه‌نویسی راست هستش. زبان برنامه‌نویسی راست الان خیلی ترند شده و خیلی از افراد دارن پیشنهاد میکنن. من تو اینستاگرام حتی چند تا پست دیدم که طرف میگفت زبان راست رو شروع کنین یاد بگیرین. زبان راست یه زبانیه که عملکرد به شدت بالایی داره، پرفورمنس خوبی داره، امنیت خوبی داره و برای سیستم‌های با مقیاس‌های بزرگ به شدت پیشنهاد میشه. ولی برای شما که تازه کار هستی و میخوای شروع کنی، این زبان به شدت زبان سختی است. مثل اینه که شما بخوای پرواز رو یاد بگیری و همون اول به شما بگم برو بشین پشت جنگنده F35 مثلا، یه همچین چیزی لحاظ شباهت بخوایم بهش بگیم، یعنی شما به عنوان زبان اول اصلا من پیشنهادش نمی‌کنم به دلیل اون برو چکرهای عجیب غریبی که داره یا از اونور سینتکس سختی که داره اصلا پیشنهاد نمیشه. و موضوع بعدی که در مورد این زبان هست اینه که منابع فارسیش خیلی کم هست و کلا تو جامعه بین‌الملل هم یه مقدار اون کامیونیتی کوچیک‌تر هستش، یعنی اون جامعه‌ای که این زبان رو دارن، این زبان رو بلدن و کلا دارن کار میکنن کمتر هست نسبت به سایر زبان‌ها، پس پیشنهاد نمیشه. و اگه شما برید سمت این زبان نتیجهش چیه؟ من به شما میگم که بعد از 2 هفته، دقیقاً 2 هفته، یعنی من تو زبان سی و سی پلاس پلاس به شما گفتم 2 تا 3 ماه، ولی تو این زبان به شما میگم بعد 2 هفته یادگیری، استارت یادگیریش به عنوان اولین زبانتون، این زبانو میذارین کنار و کلا بیخیالش میشین، چون انقدر منابع فارسی کمه بابتش، انقدر منابع انگلیسی سطحشون متوسط هست که شما باید خیلی دست و پا بزنید تا یاد بگیرید. اما راهکار این زبان چیه برای اینکه یادش بگیرید؟ اینه که شما بعد از 1 تا 2 سال برنامه نویسی تخصصی تو حال زمینه‌های دیگه که حالا تو ادامه ویدیوش می‌پردازیم، بعد از اونها شما میتونین بیاین سمت راست و زبان راست رو یاد بگیرین تا بتونین سیستم‌های با عملکردهای بالا و پرفورمنس خوب توسعه بدین. پس اینم تو گزینه‌هاتون باشه. این زبانم جزو زبانایی که نباید یاد بگیرین.
اما زبان سوم زبان برنامه‌نویسی گو هستش. زبان برنامه‌نویسی گو به ظاهر به شدت تمیز میاد، سینتکس خیلی راحت‌تری داره نسبت به اون دوتای قبلی، ولی خب بازم به عنوان زبان اول پیشنهاد نمیشه. چرا؟ چون یه سری مباحث از همون اول میان، مثل مباحثی مثل گو روتین ها، کانکارنسی ها و یه سری مباحث این شکلی از همون اولش میان که به شدت مباحث سختی هستن و شما اگه پیش زمینه ذهنی از یه زبان برنامه‌نویسی دیگه نداشته باشی قطعاً تو همون اول مسیر گو به مشکل میخوری شما. و یه نکته که در مورد این زبان هست این هستش که منابع فارسیش به شدت کم هستش. یعنی منابع فارسی که بیان برنامه‌نویسی گو رو یاد بدن کم هست، اون تعدادی هم که هست خیلی کم کیفیت هستن، اکثرا جالب نیستن. حالا میگم شاید ممکنه در آینده زبان اون دوره‌های بهتری بیاد بابتش، ولی در حال حاضر که من دارم میبینم دوره با کیفیتی اونقدر در حال حاضر نیست تو بازار. و راهکارش چیه؟ نتیجه‌ای که از این زبان میگیریم چیه؟ اینه که شما اول سراغ زبان‌هایی مثل پایتون و جاوا اسکریپت بری، یعنی زبان دیگه رو قبلش یاد گرفته باشی. بعد حالا ممکنه شما بخوای بیای اپلیکیشن‌های موبایل و اپلیکیشن‌های تحت وب بیای توسعه بدی و اون زمانی که شما میری گو رو یاد میگیری و میتونی برنامه‌های با عملکرد بالا با مقیاس بالا و مقیاس پذیرتر بیای توسعه بدی و گو رو اون موقع میتونی یاد بگیری. اون موقع خیلی موقعیت بهتری هست برای یادگیریش، نه اول کار. اما چهارمین مسیر یادگیری مستقیم AI و ماشین لرنینگ است. من خیلی این موضوع رو دارم میبینم که جدیداً ترند شده و طرف میاد میگه آینده دست هوش مصنوعیه، نمیدونم فلان، شما برو هوش مصنوعی یاد بگیر، این کارو کن اون کارو کن. ببین اینا رویا فروشی بیش نیستش. یعنی یه سری افراد میان با دیدی که نسبت به جیب خودشون دارن سعی میکنن سر افرادو کلا بذارن و یه سری مسائل اشتباه دارن میدن. برای کسی که تازه میخواد برنامه‌نویسی شروع کنه، مستقیم رفتن سراغ ماشین لرنینگ اشتباهی که میتونه 6 ماه عقب بندازتش و شاید کلا بیخیال برنامه‌نویسی بشه. چرا؟ چون ماشین لرنینگ یه سری مباحثی داره مثل کتابخونه‌ها که شما این کتابخونه‌ها رو باید از قبل با یه زبان برنامه‌نویسی پایتون کار کرده باشی و یاد گرفته باشی. زبان‌های این کتابخونه‌ای مثل پایتورچ، مثل تنسورفلو و خیلی چیزا مثل نامپای که شما باید اینا رو از قبل باش کار کرده باشی، با تابع‌ها، با حلقه‌ها، با چیزهای مختلف شما باید کار کرده باشی و نه مدت کوتاه. یعنی شما حداقل 2 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال باید کار کرده باشی که یه مقدار اون مباحث رو مسلط باشی که بدونی پایتون دقیقاً داره چی کار میکنه. بعد بیای حالا از پایتون سویچ کنی روی هوش مصنوعی و سمت حوزه دیتا و هوش مصنوعی و ML رفتن. اون موقع است که شما میتونی خروجی خوبی داشته باشی. پس این نکته رو توجه داشته باشیم بهش. شما با یادگیری پایتون، اول با یادگیری پایتون، بعدش میتونین سراغ هوش مصنوعی هم برین. ولی اینکه استارت کار شما بیاین هوش مصنوعی رو انتخاب کنین کار اشتباهی هستش. از اون بازار کار برنامه‌نویسای جونیوری که تو حوزه ML هستن به شدت سخت‌تر و رقابتی‌تر هست نسبت به برنامه‌نویسای جونیور سایر حوزه‌ها. یعنی شما اون برنامه‌نویس جونیور تو حوزه هوش مصنوعی نسبت به سایر حوزه‌ها مثل وب، اپلیکیشن و بقیه حوزه‌ها به شدت بازار سختی دارین و رقابتی‌تر هست و خیلی از شرکت‌ها اصلا جذب جونیور ندارن. یعنی اون تعدادی که جونیور و افراد تازه کار رو جذب می‌کنن به شدت کم هستن و سر همین میگم خیلی رقابتی هستش بازارش. و نتیجه کلیش چیه؟ اینه که شما بعد از تقریبا 4 ماه تا 6 ماه که هوش مصنوعی انتخاب می‌کنی به عنوان اولین قدمت تو حوزه برنامه‌نویسی، چه اتفاقی میفته؟ اینه که بعد 6 ماه یهو به خودت میای و ببین هیچ یاد نگرفتی. من یه موردی رو قشنگ به چش دیدم، یه آقا پسری بود که اهل کرج بود، اومده بود پیش ما کارآموزی. ایشون اومد تقریبا 6 ماه 8 ماه زمان گذاشته بودش و سمت ماشین لرنینگ رفته بودش. یه اطلاعات پایه‌ای هم پایتون بلد بود قبلش خیلی کم و اومده بود پیش ما، نمیدونست هنوز، یعنی هنوز گم بود تو هوش مصنوعی که میگفت سامان من نمیدونم هنوز خیلی مباحث چجوری داره کار میکنه و یه پروژه عملی که ما بهش دادیم اصلا نتونست انجام بده. و من نمیخوام شما به اون نقطه برسی که 6 ماه روی موضوعی زمان بذاری و رسما بدون خروجی باشه و در نهایت باعث بشه ناامید بشی و برنامه‌نویسی بذاری کنار. این زمان شما خیلی مهم و ارزشمند هست که بیاین رو مسیر درست خرجش کنین تا در نهایت زودتر به بازار کار برسین و درآمد به دست بیارین. اما پنجمین مسیر یادگیری زبان‌های قدیمی مثل PHP و روبی هستش. در حال حاضر من می‌بینم یه سری از اساتید و یه سری از افراد میگن که با PHP شروع کن، PHP هنوز خوبه، روبی زبان خوبیه و بهترین گزینه است هنوز. ببینید این زبان‌های بدی نیستن. در حال حاضر توی خیلی از سازمان‌های دولتی، خیلی از سایت‌های قدیمی دارن استفاده میشن و کاربرد خودشونو دارن. ولی برای فردی که تازه میخواد شروع کنه، یعنی میخواد 1 سال تا 2 سال آینده به بازار کار بیفته و به درآمد برسه، مناسب نیستن. چرا؟ چون از اون 2 تا زبان قوی مثل پایتون و جاوا اسکریپت اومدن تقریبا نصف بیشتر بازار کار رو گرفتن و شما با بلد بودن PHP اون سهم استخدامت خیلی کم میشه، یعنی توی اون درصد کمه قرار میگیری شما و کلیت موضوعش این هست، نه اینکه
کلا بگیم یاد نگیریم، ولی شما اون شانس استخدامت میاد پایین‌تر. اگه هدفت استخدام هستش و میخوای فریلنس کار کنی، پیشنهاد من اینه که سمت PHP و روبی نری، چون اینا بازار کار قدیمی دارن و اکثرا شرکت‌های دولتی میگیرن و نکته‌ای که هست اینه که این شرکت‌های دولتی و قدیمی ها اکثرا افراد متخصص مثلا بالای 3-4 سال تجربه رو میگیرن، یعنی افراد جونیور رو آنچنان جذب ندارن واقعیت موضوعی که هست. اما پیشنهاد من برای شما تو سال 2026 چیه؟ اگه من جای شما بودم از این دوتا مسیر میرفتم جلو. اولین مسیر جاوا اسکریپت هست. شما با یادگیری جاوا اسکریپت هم میتونید فرانت اند بزنین، هم میتونید بک اند بزنین. از اونور پروژه هایی رو سریعتر میتونید بیارین بالا، چون جاوا اسکریپت دلیل ساختاری که داره توسعه پذیریش خیلی سریعتر هست نسبت به سایر زبان ها. و از اونور آگهی‌های استخدامیش به شدت زیاد هست، چه کارآموزی چه نیروی تازه کار به شدت شرکت‌ها جذب دارن و شما با یه سرچ ساده تو سایت کاریایی میتونید متوجه این موضوع بشین. چهارمین موردی که هست اینه که منابع خیلی زیاد واسش موجود هست، یعنی منابع فارسی و انگلیسی به شدت زیاده که این کار شما راحت میکنه برای یادگیری. این اولین مسیر هست. و دومین مسیر که من پیشنهاد میکنم پایتون هست. یعنی اگه شما به حوزه دیتا، به حوزه هوش مصنوعی و اتوماسیون علاقه دارین، میتونین پایتون رو انتخاب کنین به عنوان گزینه و پایتون هم به شدت راحت هست، بازار کار خوبی داره و آگهیاش هم دقیقاً مثل جاوا اسکریپت. حالا یه مقدار شاید بازار کارش کمتر، ولی دقیقاً مثل جاوا اسکریپت داره از لحاظ بازار کاری میاد جلو. و بعد اینکه شما این دوتا مسیر رو یکیشو انتخاب کردی، سومین قدم اینه که بری سراغ چی؟ بری سراغ یک فریم ورک و یک کتابخونه از این زبان ها. شما اگه جاوا اسکریپت رو انتخاب کردی، تو این مرحله باید بری سراغ ریاکت و نکست جی اس. و اگه شما پایتون انتخاب کردی، باید بری سراغ جنگو یا فست ای پی آی که با یادگیری اون میتونید بک اند رو توسعه بدین. و در نهایت بعد از اینها شما باید یه پروژه واقعی بسازین، یه پروژه عملی بسازین. همین گیت هابتون هم بیارین بالا و پروژه‌ای که میزنین رو گیت هاب بذارین، رزومتون تشکیل بدین و در نهایت بعد از 6 ماه تا 9 ماه شما وارد بازار کار بشین و بتونین استخدام بشین و شروع به کار کنین. پس این مسیری که بهت گفتم سریع ترین راه برای گرفتن نتیجه است و رسیدن به بازار کار هستش. و یه زبان رو انتخاب کن، پروژه واقعی بزن، ثبات داشته باش، ناامید نشو، رزومه بفرست، ناامید نشو اگه 10 جرأت کردن و در نهایت به بازار کار برس. رسیدیم به آخر این ویدیو. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا این ویدیو رو دیدین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک رو بزنین، سابسکرایب فراموش نشه که ویدیوهای بعدی ما رو ببینین. خیلی خوشحال شدم ویدیو رو دیدین. موفق باشین. بدرود.